درست یادم نیست که تابستان پیرار سال بود یا پیش پیرار سال. به مشهد مقدس رفته بودم و در برگشتن 4 نفر از رفقا هم که در تهران کاری داشتن برنامه سفرشون رو طوری تنظیم کردن که به اتفاق با تهران حرکت کنیم و 5 نفری یک کوپه 6 نفری گرفتیم و حساب کردیم که نفر ششمی هم که باشه بالاخره از خود ما خواهد. هر طور باشه بین راه با هم میسازیم، چون از خدا پنهان نیست از شما هم پنهان نباشه. این همسفران و رفقای بنده اصولا بعدشون نمی اومد که گاهی فریب شیطون رو بخورن و به مقتضای وقت و زمان دمی به خمره بزنن و روی این اصل 24 ساعت قبل از حرکت برای سرگرمی بین راه 2 دسته ورق برای رفع خستگی هم چند بطری عرق خریدن. هرچه ما اصرار کردیم که برادر در کوپه‌ای که عمومی است ممکن است نفر ششمی که با ما همسفر باشه از این طرز برداشت کار شما ناراحت بشه، به خرجشون نرفت. گفتن قدر مسلمه اینه که همسفر ششمی ما زن نخواهد بود، چون فروشندگان بلیط‌های راهن معمولاً حساب کوپه رو دارن که بین 5 مرد 1 مسافر زن نگذارن. باز برای اتمام حجت و محکم کاری و این که بلکه بتونم از خر شیطون پایینشون بیارم، گفتم اومدیم و همسفر ششمی ما اهل عبا و عمامه و اینجور چیزا بود که در این صورت کار بدتر میشه. گفتن تو نفوس بد نزن، انشالله که مسافر ششمی هم از خود ما خواهد بود. قرص 1 ساعت قبل از حرکت قطار به ایستگاه رفتیم. بار و بونه و چمدونی که داشتیم در کوپه گذاشتیم و 5 نفری به انتظار همسفر ششمی نشستیم. تا 5 دقیقه قبل از حرکت خبری نشد. درست چند دقیقه به حرکت قطار مونده بود که دیدیم حاجی آقای تر و تمیز سرتراشیده‌ای با ریش توپی و عبای ناینی و نعلین و تسبیح 100 دانه‌ای و پیراهن سفید بلندی که روی شلوار دبیت حاجی علی اکبریش افتاده بود وارد کوپه شد. چشمای برای بچه ها گرد شد. من لبخندی زدم و حسن آقا رو به آقا رضا کرد که بدم خدمتتون. آقا رضا که به اصطلاح ترتیب دهنده برنامه اصلی بود و بیش از همه جوش میزد، مثل آبی که روی آهک بریزن از هم وا رفت و ولو شد. چون آقا رضا همه جور حسابی پیش خودش کرده بود، الا اینکه همسفر ششمی ما چنین حاجی تر و تمیز قلمی از کار در بیاد. آقا رضا در حالی که به حاجی آقا خیره شده بود و زبونش هم بند اومده بود، روی نیمکت چرمی کوپه جابجا شد. سلامی تحویل آقا داد و آقا که مشغول جابجا کردن بقچه بندیش زیر صندلی بود، همونطور که پشت به طرف آقا رضا داشت و سرش زیر صندلی بود، خیلی خشک جواب سلام آقا رضا را از مخرج ادا کرد: علیکم السلام. پتوشو چالا کرد و روی نیمکت انداخت که زیرش نرم‌تر باشه. روی پتو نشست و 2-3 دقیقه بعد سوت قطار بلند شد و ترن سلامه براه افتاد. برای بچه ها که همه نقشه ها رو نقش بر آب دیدن و با آمدن حاجی به کوپه همه رشته ها پهن شده بود، هر کدوم سر به جیب تفکر فرو برده بودند چه بکنند و این مشکل رو چطور حل کنند. 24 ساعت راه با یک حاجی تر و تمیز متدین بدون اینکه آدم بتونه کوچکترین حرکتی بکنه یا دست به ورق بزنه و لبی تر کنه، اگه شکنجه نباشه تحملش خیلی مشکله. اون هم برای بچه هایی که دور از جون شما بنده میشناختم که چه تحفه های نتنزی بودن. ترن دور برداشت. کم کم شهر از دید ما پنهان شد، ولی در این مدت صدا از هیچ کدوم ما بیرون نمیاد. آقا رضا سیگاری آتیش کرد و 1-2 بار با آقا نگاه کرد، مثل این که میخواست سر صحبت رو با حاجی آقا باز کنه که ببینه چند مرده حلاجه و آیا در آقا روزنه امیدی هست یا نه. اما از بس قیافه آقا خشک و عبوس بود جرأت نکرد، ولی بالاخره دلش طاقت نیاورد. قوطی سیگارشو به طرف آقا دراز کرد. آقا همونطور که مشغول گردوندن تسبیح بود و زیر لب ورد میخوند و ذکر میگفت جواب داد: بنده معافم. پیش روی آقایی که نشه سیگار کشید میشه عرق خورد، ورق بازی کرد. چند لحظه باز سکوت بر کوپه ما سایه انداخت. دوباره آقا روی نیمکتش وولی زد و گفت: حضرت آقا تشریف میبرید تهران؟ نه خیر. مثل اینکه آقا زیر لفظی میخواد که جواب ما رو هم بده. من که قیدشو زدم.
با چشم ابرو به آقا رضا اشاره کردم که ولش کن برادر، با این قیافه خشک و عبوس آقا و اخلاق یوبسشون کار ما زاره. تو هم بی خودی تلاش نکن. اما آقا رضا ولکن نبود، پرسید اسم شریفتون قربان؟ حاجی سید سعادت الله. البته چند سفر هم به کربلای معلا مشرف شدم. آقا رضا نگاهی به من کرد و ابروی بالا انداخت و در سیمایش خوندم که میخواد بگه آقا ماشاءالله حاجی هم هستن، سید هستن، سعادت الله هم هستن و چند بار هم به عتبات عالیات مشرف شدن و با این ترتیب چانه زدن بیفاید است. سکوت این مرتبه طولانی تر شد و تا دوراهی نیشابور و تربت حرفی بین ما رد و بدل نشد. نزدیکی های نیشابور که رسیدیم آقا رضا مجددا سکوت رو شکست و به من گفت به جان شما آقای فلانی، آدم از کار این بزرگانمون مات میمونه. شما ببینید این خیام خودمون چه مرد بزرگ و چه مرد دانشمند و چه شاعری توانا و چه فیلسوفی بزرگ و چه ریاضیدان بی‌نظیری بود. اما افسوس این مرد با همه بزرگی و نبوغ و شهرتش با خوردن می خودشو در دنیا خراب کرد. من نمیدونم اگه خیام شراب نمیخورد و دهانشو به این الخبائث آلوده نمیکرد چه چیزی کم میشد. حاجی آقا روی پتوش جا به جا شد و چشماش رو به دهن آقا رضا دوخت و آقا رضا که طرف رو مواظب خودش دید مذمت از خیام رو چرب‌تر کرد. به دنبال هر جمله خطاب به آقا میگفت اینطور نیست حضرت آقا، و حضرت آقا هم با سر تصدیق میکرد. آقا رضا اونقدر در ذم می و میخارگان و ابو علی سینا و خیام و حافظ و دیگران صحبت کرد که آقا رو بر سر شوق آورد. نطقشون باز شد. آقا رضا که وقت رو مناسب دید شروع کرد به تعریف کردن از آقا که به کی قسم آقا وقتی شما وارد کوپه شدید گل از گل ما باز شد. شما غافلید که چه قیافه نورانی و چه صفای باطنی در چهره شما باز پیداست. آقا لبخندی ملکوتی زدند و شکست نفسی فرمودند که اختیار داریم. البته نباید غافل بود که این نور از ایمان است که در بعضی از چهره‌ها دیده می شود. آقا که سر ریسمان شل داده بود فرصتی بود که آقا رضا بیشتر خودشو به آقا صمیمی و نزدیک نشون. ببخشید حضرت آقا فرمودید تهران تشریف نمیبرید؟ عرض کردم خیر، میروم به شاهرود. 4 ماه قبل رفته بودم برای زیارت به عتبات عالیات. در برگشتن چون کاری در مشهد داشتم گفتم سر راه بیایم به خراسان که هم زیارتی کرده باشم و هم کارم رو انجام داده باشم. و علی که از موقع اومدن آقا گوشه کوپه کس کرده بود و از پنجره بیابون رو تماشا می‌کرد، میون حرف آقا دوید که چه سعادتی سرکار آقا، به قول شاعر چه خوش بود که برآید به یک کرشم 2 کار، زیارت شه عبدالعظیم و دیدن یار. آقا ادامه دادن که حالا به شاهرود میروم و جمعی از دوستان و فامیل و اهالی محترم شهر به استقبال ما خواهند آمد. تا اینجا اسم و مشخصات رو عرض کنم که محل پیاده شدن آقا معلوم شد و با تعریف هایی که آقا رضا یک خط در میون از سر تراشیده و جبین باز و سینه فراخ و عبای نایلی آقا میکرد آقا را هر لحظه بیشتر بر سر ذوق و لطف می آورد. آقا با تسبیح چند استخاره برای ما گرفت و کمی از مشاهداتشون در سفرهای اماکن مقدسه تعریف کردند و آقا رضا رو به آقا کرد و توأم با خجالت و حیا گفت ببخشید سرکار آقا، شما اوقات بیکاریتون چطور میگذرونید؟ آقا فرمودن عبادت میکنم، مطالعه میکنم، چیز مینویسم، میخوابم. چطور مگر؟ آقا رضا آب دهنش رو قورت داد که البته اینها به جای خود محفوظ، ولی در سفرهای طولانی برای رفع بیکاری و خستگی چه میکنم؟ ذکر میگیرم، ورد میخونم، گاهی میخوابم، البته مزاحم همسفرانم نمیشم. آقا رضا چنون نفسی کشید که انگار بعد از 1 هفته که در قعر چاهی تاریک و بی هوا زندگی میکرده و حالا به فضای لطیف کوهستان رسیده همه هوای کوپه رو بلعید. روی نیمکت ولو شد و با لبخند رندانه‌ای گفت ببخشید سرکار آقا، میونه شما با ورق چطوره؟ چشمای آقا گرد شد و با تعجب گفت فرمودین با عرق؟
آقا رضا دست پاچه شد که نخیر آقا، بر سگ عرق خور لعنت، با ورق عرض کردم، نه اینکه شما بازی کنید. نه یعنی اشکالی نداره که ما 4-5 نفری برای سرگرمی ورق بازی کنیم. آقا سری به عنوان موافقت تکان دادن که نخیر. البته اگر غرض برد و باخت نباشد و قمار محسوب نشود و دوستانه باشد چه اشکالی دارد، چه بازی میخواهید بکنید. آقا رضا چشمکی به من زد و گفت اگر سرکار هم لطفی بفرمایید که 5 رو هم داخل ورق ها میگذاریم و 6 دستی پوکر رقیقی میزنیم و وگرنه خودمون 5 دستی بازی میکنیم. آقا عرقچینش رو داخل کیف دستیش بیرون آورد و روی سرش گذاشت و گفت بنده که پوکر بلد نیستم، شما بازی کنید، ما تماشاچی میشم. سد اول شکسته شد، مثل اینکه کارها داشت بر وفق مراد میگشت. آقا رضا برای اینکه مبادا آقا پشیمون بشه با عجله بلند شد و از داخل ساک یک دسته ورق بیرون آورد و پشتری های کوپه را هم کشید و بازی شروع شد. تور اول به اصطلاح تمام شد و از تور دوم آقا که پشت دست بنده نشسته بود سخت در بحر بازی فرو رفته بود. با تمام خودداری که میکرد گاهی تک مضرابی میزد که آسو پاشه کن و 2 هفت رو رد کن. تور سوم یا چهارم بود که آقا رضا رو به حسن کرد که حسن من گلوم خوش شده، بلند شو یه چند تا خیار بیار بخور. حسن بلند شد و 6-7 خیار آورد و نمکدون کارد رو هم کنار خیارا گذاشت. آقا رضا خیاری پوست کند و گازی به بغل خیار زد و گفت خیار بی ماستم مثل کته بی نمک. آقا که مشغول پوست کندن خیار درشتی بود و گفت اتفاقا من کمی ماست چکیده دارم، میخورید؟ چرا نمیخوریم آقا؟ از دست شما زهر هم خوردن داره. آقا از داخل ساکش یک کیسه نایلون ماست چکیده کاکوتی زده بیرون کشید و آقا رضا سر خیارش رو به داخل ماست آقا فرو برد و به دهانش گذاشت و گفت به به چه خیاری، چه ماستی، حیف از این ماست و خیار که فقط یه چیز کم داره. آقا نگاه معنیداری به آقا رضا کرد و سرشو پایین انداخت و زیر لب قرید استغفرالله. ما دست و پامون رو جمع کرد. آقا به دنبال استغفراللهی که گفته بود اضافه کرد بازیتان را بکنید بچه ها، فریب شیطان را نخورید. دیدم نیش آقا رضا تا بناگوش باز شد و معطل نکرد و گفت حضرت آقا انشالله که میبخشید، از قدیم گفتن می بخور منبر بسوزان، مردم آزاری مکن. آقا سری به عنوان نیمچه تصدیق تکون داد که اگر اینطوری باشه اشکالی نداره، ولی بدبختی اینجاست که شما جوانها هر 3 کار را میکنید. در اینجا آقا رضا دیگه معطل نشد که سرکار آقا فتوای بعدی رو بدن. کف دستایش محکم به هم کوبید و با خوشحالی گفت بچه ها آقا اجازه فرمودن. که ای کاش درد بلای این آقای روشن فکر بخورد به جان هر چه آدم خوشگل. دست انداخت و ساک محتوای بطریای عرق رو بیرون کشید و یک بط بیرون آورد. ورق رفت کنار و عرق اومد به میان. آقا کمی روی نیمکت جابجا شد و گفت پس آقایان تا شما کارتان را میکنید من میروم و در راهرو قطار قدم میزنم. آقا رضا میونه حرف آقا دوید که اختیار داره آقا، این چه فرمایشی؟ اگه ناراحتید ما بحثاتمون رو جمع میکنیم، شما اگه راضی نباشید ما غلط میکنیم برخلاف میل شما رفتار کنیم و بطری رو برداشت که در ساک بذاره. آقا ممانعت کردن که نخیر بنده اسباب زحمت نمیشم، کارتان رو بکنید و ادامه داد که با ورق ها که کاری ندارید. گفتیم نخیر. گفت پس بدهید به من که سر من هم گرم بشه، فالی برای خودمون بگیم. بنده بلند شدم و 2 تا چمدون روی هم وسط کوپه جلوی دست آقا گذاشتم و آقا مشغول شدم و با ورق چنان فال ناپلونی گرفتن که من در عمرم فال به اون تمیزی ندیده بودم. گیلاس ها به سلامتی آقا بلند شد و نوش جانی از آقا تحویل گرفت و بطری که نیمه شد آقا رضا گیلاسی پر کرد و جلو صورت آقا گرفت که شما میل نمی‌فرمایید. آقا اخماشو در هم کشید. نه خیر بنده مزاحم نیستم اما اهل این حرف ها هم نیستم، شما خودتان بخورید کمتون میآید. دست آقا رضا با خوشحالی به داخل ساک رفت که نه خیر قربون
اختیار دارید، به اندازه کافی است. آقا همونطور که ورقی را روی ورق دیگر می‌گذاشتند و آن یکی را بر می‌داشتند گفتند آخر من سرماخوردم. بنده پیش دستی کردم اتفاقا دوای سرماخوردگی است. آقا لبخندی زد که اگر سینم بدتر شد چی؟ من که تا به حال نخوردم، ولی میترسم به کلی حالم خراب بشود، سینم ناراحت بشود. و عرض رساندیم که نخیر، هیچ طور نخواهد شد. آقا با اکراه و بعد با رغبت گیلاس پشت گیلاس خالی کردن که الهی نوش جونشون. چه آقای نازنین خوب و همراه و موافقی. از گیلاس سوم آقا عرقچین ها سر برداشتند و گیلاس پنجم عبا رو انداختن و گیلاس ششم دگمه های پیراهنشون رو باز کردند و از گیلاس هفتم دست جمعی دم گرفتیم که عرقم دادی جام شرابم دادی سیخ کبابم دادی، نون بربری نون سنگکی و آقا چنان بشکندهایی میزد که انگار کنده میشکست. تا ساعت 2 بعد از نصف شب جای دوستان خالی، زدیم و خوردیم و خندیدیم و آقا آی مطلع گفت، آی جوک گفت و ما خندیدیم. در این کوپه کوچک آی آقا غیر داد و بشکن زد و اطوار ریخت که من در عمرم مثل اون شب لذت نبرده بودم و فراموشم نخواهم کرد. معمولا ترن مشهد تهران که بعد از ظهر حرکت کنه نزدیکای صبح به شاهرود میرسه و یک منزل بیشتر به شاهرود نمانده بود که آقا سوال کردن دیگر عرق نداریم؟ عرض کردیم خیر قربان، 5 بود تموم شد. آقا التفات فرمودن که اشکالی نداره، من یک پتر کنیاک دارم، میخوری؟ چرا نمیخوریم آقا؟ ممنونم میشیم. بطری کنیاک آقا که تمام شد آقا فرمودن شب بسیار خوبی بود، خدا کند فردا صبح سرمون درد نگیره. در این گیرودار چراغ‌های روشن شاهرود از دور پیدا شد و آقا رضا خطاب به آقا گفت حضرت آقا مثل این که نزدیک شاهرود هستیم. آقا دستی به محاسنشون کشیدند و گفتند میدانم. آقا رضا سوال کرد که آنطور که شما در مقدمه مسافرت فرمودید جمعی از اهالی در ایستگاه در انتظار شما هستند، آن وقت اگه بوی دهان شما رو بشنوم بد نمیشه. آقا که مشغول جمع‌آوری اسباب و اساسیه‌اش بود گفت البته که نباید بفهمم. گفتیم پس چه میکنید آقا؟ بالطبع بعد از 4 ماه دوری و مفارقت میبایست مصافحه کنید، ممانقه کنید، یکدیگر را ببوسید. آقا لبخندی زد که یک کاریش میکنیم و ما همش در این فکر که آقا این صحنه آخری رو چطور بازی خواهد کرد، چون بوی عرق بوی نیست که به این زودی ها زائل بشه. آقا هم با خیال راحت مشغول جمع کردن اسبابش شد. به هر تقدیر ترن در ایستگاه شاهرود ایستاد و ما دیدیم در حدود 200 نفر مرد و زن و جوان و معمم مکلا با چند عدد چراغ توری دستی پای بلند در ایستگاه منتظر آقا است. آقا از ترن پیاده شد، ما هم به دنبال آقا که ببینیم آقا چطور با مستقبلین روبرو میشه و چه حقه‌ای میزنه که متوجه بوی دهانش نشد، تا ما هم یاد بگیریم و در مواقع لازم به کار ببریم. همین که آقا به 15 قدمی جمعیت رسید و آنها آقا را شناختن به طرفش هجوم آوردن. آقا عبایش روی سرش کشید و صورتش رو پنهان کرد و زیر عبا گفت آقایان کنار بروید که من نمیخواهم مرتکب گناه بشوم، بنده مبتلا به آنفولانزا شدم، خواهش میکنم بروید کنار، چون آنفولانزا مصری است آقایان. خیلی از لطف شما ممنونم. جمعیت به احترام بیانات آقا و حفظ سلامت بدنشان و اینکه حضرت آقا مرتکب معاصی کبیره نشوند راه رو برای آقا باز کردند. چند نفری هم که به سوابق بیماری آقا آشنایی داشتن دورش رو گرفتن و آقا را به تنهایی در یک تاکسی انداختن و تا مستقبلین رفتن جای پای آقا رو بگیرن و سوار اتومبیل شخصیشان بکنن. تاکسی حامل آقا از جا کنده شد. یک رو بعد سوت حرکت ترن در فضای نیمه روشن ایستگاه طنین انداخت و قررش لوکوموتیو کوه آهنی را که به دنبال داشت از جا کند.